عزیزم من درباره شخص جدید خیلی بی تشویش هستم. امروز غذا را به موقع نرسانده. این شخص خیلی عجیب است، حتی طرف من عجیب نگاه میکن. پلان قبلی را فراموشش کن، فردا از وظیفت استعفا بده. چی؟ واقعا؟ میوه جک فروت میگویید. پلن جدید همین است که رو در روی رستوران جدید باز میکنیم. درست آقا، فردا استفاده داده با شما در کار جدید کمک میکنم. عزیزم از زمانی که به من کمک کردی من عاشقت شدم. میخوای با من ازدواج کنی؟ آره میخوام. من میخوام کار رستورانتی از زودترین وقت تمام شده و تجارت من را آغاز کنم. میخوام بهتر از اون لعنتی باشم. بیشتر زحمت بکشید باید تمام شود. بله مدیر، حرکت کنید الان. درست است. خواهر جان باورت میشه دیشب اون از من خواستگاری کرد؟ خیلی عاشقانه بود. برم وای خدا جان. رستم تا اولادای تانه ببینم عزیزم. ریس من اومده تا استعفا بدم چون من نمیتوانم. چی شده جوان؟ فقط چند وقتی شده با ما کار میکنی. اگر مشکلی داری بگو، شاید بتونم کمکت کنم. آیا کمک کردن با این لعنتی ارزش دارد؟ اون آدم لعنتی پول خوب برایم وعده داده، در حالی که آدم خوب است، محیط کاری خوبی دارد و معاش خوبم میدهد.